وقتتون بخیر. بازی تراکتور و پیکان دقیقه 79 بود. یه اتفاقی افتاد که داور تشخیص داد که به خاطر تمارض اخطار بده و حدوداً 4 دقیقه هم چک کردن و به نتیجه نرسیدن که داور رو برای بازبینی صداش کنن. این حتما پاشو لگد کرده و باید حتما صداش میکردن. حالا شاید تصویر واضحی نداشتن، ولی هیچ بازیکنی این مدلی نمیتونه تمارض کنه و مشخصه که پاشو لگد میکنه. حالا یه مقدار کوچیکی لگد میکنه، ولی خب این بدشانسی حالا داور بوده که تصویر واضحی نداشته، ولی مشخصه که با پاشنه پاش به روی پای بازیکن تراکتور میخوره و این پنالتیه. حالا داور نتونسته تشخیص بده و متاسفانه اخطارم حتی میده که اشتباه کردن. اینجا باید پنالتی میگرفت و وی آر حتما باید به داور کمک میکرد، چون که این صحنه ای نبود که داور توی زمین بتونه ببینه و متاسفانه مثل همیشه ندید. اصلا چنین تمارضی ما نداریم که بخواد بازیکن این مدلی تمارض بکنه. Sen sanırsan sen yaşa, eybi yoktu ölerem. Sen yaşa Azerbaycan, kahredirem. Sen yaşa İzzətimiz də sən ilə, sən yaşa. Dinastır eşkinə Bir dənə elə, bir dənə belə eləyə bilərsən belə.